سلام. بذار همین اول کاری روک بهت بگم. دلت میخواد همین یه ذره اعصابی هم که واسط مونده رو به گا بدی؟ سولز لایک بازی کن. اونم رو موبایل. یه 4-5 تایی ازش آوردم واسط. خب به عنوان اولین بازی که میخوام به تو دوست سادیسمی گلم معرفی کنم که اینجوری اعصابتو به گا بدی، عوضش کلی منظره ها و سکانس های خفن ببینی، میخوام بهترینشو بهت معرفی کنم، خفن ترینشو. الان یه مش کسخال میگن که وای نه هولو نایت من قبلا دیدم خیلی خوشگله، خیلی نوت، این نمیتونه اعصاب خورد کن باشه. به اعتماد کن رفیق، اشکتو در میاره. هولو نایت یه بازی به شدت قشنگ اکشن ادونچر مترویدوینیای 2 بعدی. خب اول اینکه گول ظاهر مینیمال و گوگلیشو نخورین. بازی به شدت سخته، به شدت پر از چالش‌های خفنه، پر از باس فایت‌های خفنه، پر از معماهایی که حل کردنشون واقعا سخته، جاهایی که پلتفرمر خیلی سخت داره و همینجور نمیتونی بری. هر جا گیر کردی میتونی از کانال این آقای خوشتیپ واکثروشو ببینی و قدم به قدم باش پیش بری. و همه مهمتر سولز لایکه. باس فایت داره گنده خفن، کلی هم باس فایت های متنوع و خوشگل و جور با جور داره. خب 2 تا بازی دوم که قرار بریم سراغش خیلی تم دارک سولزیشون بیشتره، ولی بازی های خوبی هن. بازی های فوق العاده هن. برو بریم. سولز لایک دیگه. رسالت سولز لایک اینه که یه شمشیر میدن دسته، حالا میگن بودو از دشت و کوه و چمن و بیابون و جهنم دره و جنده خونه و خاک 2000 years later. و باید این راهو تا ابد ادامه بدی. تا ابد. خارکوسی. بازی اول انیموس رونانت، یه بازی با دوربین تاپ داون از بالا به پایین. یه سولزلاک خیلی خفنه. یعنی از همون شروع بازی تو سختیشو احساس میکنی. البته اینم بگم بازی به شدت روی استراتژی تو حساب باز میکنه. یعنی اگه بخوای همینجوری بری و راش سگی بدی دیگه کونت پاره است. همینقدر بدون. سولز لایک سخته، چالش‌های گوناگون داره، باس فایت‌های گوناگون داره. عجیب غریب، اصلا بازی رو شروع می‌کنی یه 5 دقیقه بری جلو باس فایت می‌بینی. یه خورده گوشی‌های سطح بالاتر نیاز داره. تنوع مراحل و مپ‌هاش هم واقعا قشنگه. شماره 2 پاسکالز ویر. اینم سولز لایک. این بازی به شدت شبیه دارک سولز، خیلی بیشتر از انیموس رونانت تم دارک سولزی داره، المان‌های دارک سولزی داره و خب جوجه انمی داره، باس فایت داره، باس فایت گنده خیلی گنده انقدر. خب و کاراکترهای مختلفی داره. خوبیش دیگه میتونی جای چند تا کاراکتر بازی کنی توی چند تا خط داستانی که اینا به هم ربط ندارن ولی با هم به هم وصل میشن و کاتسین هم داره. این قبلی کاتسین نداشت. بازی قشنگی. خب 2 تا بازی قبل بازی فوق‌العاده‌ای بودن. حالا بریم سراغ بازی سوم. این بازی اینجوریه که یا عاشقش میشی یا ازش متنفر میشی. به خاطر گرافیک پیکسل آرتی و سبک هکن اسلش میگم که یه خورده با دارک سولز فرق میکنه. خیلی چه صندوق باحال. خیلی زبونشو نگاه بوشی. هایبرید لایت دریفتر، نمیدونم درست تلفظش کردم یا نه. این بازی هم اکشن ماجراجویی هکن اسلش پیکسل آرت سولز لایک. نطفه اول لیست ما، شنبول طلای لیست ما،
پیکسل آرتش خیلی خوشگله. حالا من بعداً یه ویدیو راجع به بازی‌های پیکسل آرتی درست میکنم. دنیایی داره واسه خودش. اصلا پیکسل آرت رو ببین، اصلا خوشگل، اصلا زیبایی رو ببین. ماشاءالله مبارزات خاصی هم داره، مبارزات به شدت سریع هکن اسلش که مثل بقیه بازی‌های هکن اسلشه، ولی یه فرقی داره. انمی‌ها قوی‌ان، انمی‌ها خیلی قوی‌ان. تا چماخم بازی رو یاد بگیری مطمئناً چندین بار میمیری. و باس فایت داره دوست سادیسمی من. نکته مورد نظر تو، باس فایت زیاد داره، باس فایت خیلی خفن داره، باس فایت خیلی قوی داره، باس فایت خیلی اعصاب خردکن داره، باس فایت داره. بیا باس فایت همش باس فایته. خب دمت گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدی. لایک و کامنت و سابسکرایب هم بکن اگه دلت خواستی. ولی سابسکرایب رو حتما بکن، واقعا نیاز دارم. دمت گرم. ممنونم. خداحافظ.